بلقیس خودشو دکتر جا میزنه و میخواد پیرمرد رو معالجه کنه ولی اونو میکشه. آدمای پیرمرد سری میان که بلقیس رو بکشن و بلقیس میخواد با اونا درگیر بشه. بلقیس اولی رو میزنه و اونو میکشه. دومیش میاد دومی رو هم میزنه. سومی رو هم میزنه. چهارمی میخواد از پشت بهش حمله کنه ولی چهارمی رو هم میزنه. همینجور آدمای پیرمرد پشت به پشت هم میان و اونو میزنن. رفیق بلقیس هم میره و رفیق پیرمرد رو میکشه. بلقیس همچنان داره دعوا میکنه. یکی دیگه از پشت اونم میزنه. اون یکی رفیق بلقیس پیرمرد بعدی رو هم میکشه و اون رو شکنجه میده و خونالود میشه.